پیامبرمون گفت این الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا را دوست می‌دارد. این زیر لحاظ دادرای عزیز، شما مسلمانید، شما باید لباس‌های زیبا پوشید، دائم باید تازه بگردید، سر رو تونده، موی سر تونده، ریش تونده. حتی یک نفری آمد میگه در حدیث همین جناب امام بیهقی روایت میکنه، میگه یک نفر آمد میگه تصور کن برادر عزیز، حدیث صحیح است، میگه وقتی آمد میگه همین خیلی نمی موی سر میگه هم طریق تماما نه شانه دارد نه ترتیب. میگه وقتی خواست با پیامبر سلام کرد، حضرت گفت بله با ترتیب بیارینش. بردن میگه شانش کردن، تازش کردن، مقصد آمد حضرت سلام کرده گفت این بهتر نیست که از او یک اخترنگ شیطان کرده بودی. یعنی همه هوش و گوشمون در همینه. حالا که رابعه زن بود برادر عزیز، زن بود. این میگفت که اگر به شرطی که آسمان از باریدن من کنه، زمین همه آهن گرده، مردم دنیا همه فرزندای من باشد، من پروایی ندارم. زمانی که خدا در قرآن میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند کفیل رزق همه ماست. خودش که خودش کفیل اعلان کرد، من پروا ندارم، همه فرزند من که باشین، خودش که کفیل اعلان کرد که چه رزق شما را میرسون. شیخ سعدی میگه غمی روزی مخور مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل ایزید پر کند پیستان مادر را. آن آمدد پیستانا پر شیر منتظر فرزند. ایمان کامل و ایمان نورانی از آن کسی هست که با زن نکاحی خود معامله خوب دارد. کسی با زن معامله خوب داشته است، پیامبر جهت ایمانداریش را تعریف کرد، گفتی آدم ایمانداره که با زنش معامله خوب میکند. برادر باور که همین مردکایی که با زن رفتار زشت میکنن، ای به که مسلمان بگویی که با زنت معامله خوب، ای به این چیزا چون که مسلمان میگوی نمازات حالا خوان، حالا که وظیفه جانی شد. آمار پیامبر نازنین و با زنها چه معامله داشت؟ تو کی؟ نخواست زن تحقیر کردن، زن زدن، زن طلاق کردن همین نشانه جوانمردی باشد. اگر این نشانه جوانمردی میشی، ولی این اصحاب پیغمبر و این صاحبای مذهب همش همین کار را چند میزنن.